ساعت 4:17 بامداد 6 فوریه 17 بهمن سال گذشته زمین لرزه 7.7 ریشتری در 11 استان جنوبی ترکیه و بخشی از مناطق شمال سوریه فاجعه بارترین بحران طبیعی تاریخ را رقم زد. چند ساعت بعد زلزله دیگری با همان قدرت در همان مناطق تکرار و باعث شد مدیریت بحران ترکیه سطح هشدار 4 را صادر کرده و از همه جهانیان طلب امداد رسانی کند. Durumunuz budur değil mi? Durumumuz budur. Yani bana desen ki ilk tercihim ne desen hayatta ölmek. وضعیت ما رو می‌بینید؟ هر لحظه آرزوی مرگ می‌کنم. 8 نفر از بستگانم از دست دادن. برای چی زنده بمونم؟ بر اثر این دو زمین لرزه 124 شهرستان و 6929 روستا در استان‌های جنوبی ترکیه به شدت لرزیدند و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های شهرهایی چون آدیامان، قهرمانماراش و هاتای نزدیک به 80 تا 90% ویران شد. شهر هاتای در جنوب ترکیه آسیب دیده ترین شهر بر اثر زلزله به ویرانه‌ای تبدیل شده و دیگه ازش چیزی باقی نمونده. برآورد میزان دقیق خسارات جانی و مالی این دو زمین لرزه ماه‌ها به طول انجامی تا جایی که علی اردیکایا وزیر کشور ترکیه آمار جدیدی از جانباختگان این حادثه تا مرز 54,000 تن اعلام کرد. Değerli arkadaşlarım, طبق آخرین داده‌های سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی شمار تلفات این دو زلزله 53,537 کشته و شمار مصدومان نیز 107,213 نفر ثبت شده است. به گفته محمد شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه زلزله سال گذشته 149 میلیارد خسارت مالی بر جای گذاشت که از محل کمک‌های مردمی و بین‌المللی و بودجه دولتی تاکنون 30 میلیارد دلار برای بازسازی هزینه شده است. 43.9 milyar dolar artarak تاکنون 30 میلیارد دلار برای مناطق زلزله زده هزینه شده و قرار است در سال جاری نیز 30 میلیارد دلار دیگر هزینه شود. همچنین از 129 میلیارد لیر کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده، 80 میلیارد لیر صرف کمک رسانی به مناطق زلزله زده شده است. با تخریب 850,000 واحد مسکونی و ساختمان اداری و تجاری بر اثر زلزله، دولت ترکیه در تلاش است با تامین بودجه لازم مناطق ویران شده را بازسازی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بازدید هفته گذشته از مناطق زلزله زده گفت تا پایان فوریه یعنی 1 سال پس از حادثه کار بازسازی 46,000 واحد مسکونی به پایان میرسد. تا پایان ماه فوریه 46,000، تا پایان ماه مارس 75,000 و تا پایان سال 200,000 مسکن آماده تحویل خواهد بود. در تمامی مراحل ساخت، قرعه‌کشی و تحویل واحدهای مسکونی حق کسی ضایع نخواهد شد. جغرافیای زلزله خیز ترکیه زمین لرزه‌های شدید دیگری را با تلفات انسانی و خسارات مالی بالا در 50 سال اخیر تجربه کرده است. و حالا کارشناسان زمینشناسی ترکیه با جدیت هشدار می‌دهند با فعال شدن گسل‌ها از جنوب شرق تا شمال غرب این بار زمین لرزه بزرگ دیگری مناطق غربی به خصوص استانبول بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور را تهدید می‌کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.